سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: برگزاری 15مین نشست کابینه بر ریاست ملا محمد حسن آخوند رئیس وزرای امارت اسلامی افغانستان در مورد مسائل اقتصادی، امضای 25 قرارداد تجاری به ارزش 300 میلیون دلار میان ازبکستان و افغانستان و دیدار وزیران خارجه عمان و ایران. امروز شنبه 28 ماه دلو سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. در 15مین نشست کابینه بر ریاست ملا محمد حسن آخوند رئیس وزرای امارت اسلامی افغانستان درباره مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بحث و تصامیم لازم اتخاذ شد. کابینه در این نشست گزارش وزارت مالیه در مورد عواید غیر مالیاتی مرکزی و ولایتی در پایان ربع سوم سال مالی 1404 فرصت‌های عوایدی و مصارف پروژه‌های انکشافی عایداتی را تایید کرد. در این نشست همچنان به هیئت وظیفه سپرده شد تا چگونگی اعمار کمپلکس اداری ولایت کابل در منطقه تنگی ترخیل ولسوالی دهسبز ولایت کابل را بررسی کند. رسیدگی به مشکلات کادرهای صحی و مهاجرین و عودت کنندگان و ارائه کمک‌های لازم به آنان از موضوعات دیگری بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت. در نشست تواصل تجارتی افغان ازبک که با حضور نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت و آرکیجون توردیموف والی سردریای ازبکستان برگزار شد، 25 تفاهمنامه تجاری به ارزش بیش از 300 میلیون دلار در سکتورهای ساختمان، مواد غذایی، زراعت، مبل و فرنیچر، رخت و ادویه به امضا رسید. نورالدین عزیزی در این نشست ضمن بیان اینکه روابط میان دو کشور در سالهای اخیر توسعه و گسترش بی‌سابقه داشته، گفت که میزان تجارت میان افغانستان و ازبکستان در سال 2025 میلادی نسبت به 2024 میلادی افزایش یافته است. مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت عامه در مراسم فراغت تخصص نزدیک به 500 تن از متخصصان بخش صحی گفت که تجارت را از طبابت جدا کنید. آقای جلالی افزود راز کامیابی ما این است که از علم مقدس طبابت به نیت تجارت کار نگیریم. وزیر صحت عامه همچنان تاکید کرد که دکتران باید اخلاق طبابت را به گونه جدی رعایت کنند. و در اخیر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران که برای انجام مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم ایران و آمریکا و رفع تحریم‌ها به ژنوا سفر کرده است، با سید بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان دیدار کرد. وزارت امور خارجه ایران میگوید که سید عباس عراقچی در این دیدار بر عزم و جدیت ایران در استفاده از دیپلماسی نتیجه محور برای تامین منافع و حقوق مشروع کشورش و حفظ و صلح و ثبات منطقه تاکید کرده است. وزیر امور خارجه عمان نیز با اشاره به نقش ایران در حفظ و ارتقای صلح و ثبات در منطقه، از ثبات ایران در تداوم مسیر دیپلماتیک تمجید و ابراز امیدواری کرد که این دور از گفتگوها با موفقیت انجام شود. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.